الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الآیه. نخست از همه سلام و احتراماتی خود به تمامی بینندگان و شنوندگان برنامه پاسخ نور تقدیم میکنم به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همگیتان در پناه رب العزت باشید و خداوند جل عظمته توفیق طاعت و عبادت و بندگی و توفیق عملی صالحه را نصیب همگی ما مسلمانا کند. موضوعی که در این برنامه سرش بحث میشه جایگاه رزق در دین جایگاه طلب رزق یا اهمیت رزق، فضیلت رزق در اسلام. رزق و روزی طلب کردن از چی جایگاهی در دین مبین اسلام برخوردار است؟ انشاءالله که در روشنایی آیه قرآن کریم و احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سری موضوع تعیین شده بحث میکنیم. طلب رزق در اسلام از چی اهمیت و جایگاه برخوردار است و از چی فضائلی برخوردار است. آیه که ما قبلا برایتان تلاوت کردم، الله جل عظمته در این آیه قرآن کریم بندگانش ترغیب میکنه، تشویق میکنه و سعی و تلاش کردن. این بندگان خدا سعی بکنن، تلاش بکنن به خاطر چی؟ طلب رزق، طلب روزی، به خاطر خود، به خاطر اهل و عیال خود، به خاطر کسایی که زیر دستانشان است، به خاطر اون اولادشان. کسی که سعی میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، رزق حلال کمایی میکنه، کسب میکنه، این مقام و منزلت خاصی داره. این مقام و منزلت خاصی در اسلام چی داره که یک مسلمان وقتی که سعی و تلاش میکنه به خاطر به دست آوردن روزی حلال، یعنی خودش یک نوع عبادت است. به خاطر برآوردن پرساختن حوایج خودش، حوایج فامیلش یا خویش و اقاربش یا به دیگرها، به خاطر احسان کردن به دیگرها سعی و تلاش میکنه، رزق و روزی حلال طلب میکنه و رزق روزی حلال کسب میکنه. این فضیلت خاصی در نزد الله جل عظمته داره و الله جل عظمته بندگانش به خاطر طلب رزق حلال تشویق و ترغیب کرده در قرآن کریم. آیا نازیه از کندز بفرمایید. صدایتان دارم، بفرمایید. بخیر و سلامت باشید. چی گفت؟ گفت شما را به خداوند که قسم میتونم که دیگه برای من چیز نکنید. خب قسم هم نیست، سر خشم هم ده انشاءالله مشکلی نیست. سر خشم هم ده می گپ زده گپی نیست، هیچ گپی نیست، تشویش نکنید. انشاءالله هیچ مشکلی نیست. سر خشم و غضب هم ده شما را قسم داده که به خداوند قسم است که نزدیک من نشو، او ترا قسم داده تو آنیس نمیشه. وقتی که همو خشمش دور شد، طبیعتش برابر شد، با شما کنارش برین، هیچ مشکلی نیست انشاءالله. هیچ مشکلی نیست. امروز صحبت که برو خطیش گپ بزن، در کنارش باش، هیچ گپی نیست. سلامت باشید. خداوند جل عظمته ما مسلمان ها را دستور داده به طلب کردن رزق و روزی حلال. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور.
در این آیه الله تشویق و ترغیب کرده مسلمانان را به خاطر طلب رزق و روزی حلال. و ما قبلا هم گفتم که به خاطر پر ساختن حوایج خود و فامیل و آنو خویش و اقاربش، یا مثلا به خاطر احسان کردن به دیگران. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند ذاتی است که گردانده زمین را برای شما هموار. پایان چی معنی هموار؟ الله زمین را برای شما هموار آفریده. زمین به اندازه سخت نیست که مثل سنگواری باشه. از او سنگواری سخت نیست که از او چیزی استفاده نشود. و همچنان به مثل آهنواری هم سخت نیست. به مثل آبواری نرم نیست. بلکه خداوند زمین در یعنی یک طبیعتی را به یک طبیعت زمین را الله آفریده که از او انسانها استفاده بکنه. از زمین انسانها استفاده بکنه. هو الذی جعل لکم الارض، جعل لکم الارض ذلولا، خداوند ذاتی است که گردانیده زمین برای شما پایان. چه معنا نرم؟ نه مثل سنگ و آهن سخت است که از او چیزی استفاده نشود و نه مثل آبواری نرم است، بلکه زمین به طوری الله آفریده که ما انسانها از زمین استفاده بکنیم. و خداوند در این آیه نعمت خدا بر بالای ما انسانها بیان میکنه. یک نعمت خداوند میشه که این زمین برای ما هموار قرار داده، پایان قرار داده. ما از زمین استفاده کرده میتونیم. زمین به ما مسخر گردانیده. انواع استفاده را ما از زمین کرده میتونیم. این نعمت الله. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند ذاتی است که گردانیده زمین برای شما تابی مسخر. فامشوا فی مناکبها، شما در روی زمین سیر کنین، سفر کنین. فامشوا فی مناکبها، یعنی در روی زمین خدا شما سیر و سفر بکنین. هادی از کابل بفرمایید. میشنم صدایتان ندارم، بفرمایید. اورمه زه ستا غږ اورم. تاسو خپل سوال مطرح کوئ. خوره आवाज دې جګ دی، لږ په تیز صحبت کوه. اورې وایه خپل سوال مطرح کوه. خوره اورم وایه. ها څنګه روژه دې په روژه میاشتې څه دې کړې ده؟ څه عمل دې کړې ده چې روژه دې خراب شوې ده؟ بدې خبرې روژه ماتېږي نه. په بدې خبرې یو چا سره خبرې کوي، هغه به خبرې چې تاسو په بیا په روژه کې کوته سملستلې اورم. او په روژه میاشت کې په کار ده چې ستا خاوند تا سره تماس ونیول. خوره زه ستا خبره پوه شم. خو زما خبره اوره. په روژه کې چا سره دې تلیفوني خبرې دې کړې ده بدې ردې؟ صحیح ده؟ انشاءالله د دې خور مطلب دا و چې په روژه کې تلیفوني چا سره مې خبره کړې ده، خپل خاوند سره، هر چا سره. زما روژه خرابه شوې ده نه شوې ده؟ که څه شوي بیا یو ورځ قضایي راوړه. او نور خبرې پوه نه شوم چې څه وایي.
و استغفار و انشالله چې سخت پل خبره ندی شوی کوم کار ندی شوی خو هغه در روژه هغه فضیلت کمیږي خو پل شوی نده در روژه فضیلت ختمیږي اما روژه دی شوی ده که بل کار شوی ده بیا یو روز قضایی روره. موضوعی که سرش بحث میکنیم اهمیتی طلب رزق یا فضایل طلب رزق، فضیلیت طلب رزق در اسلام. ما قبلا آیه قرآن کریم براتون خواندم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. خداوند ذاتی است که زمین برای ما مسخر ساخته، یعنی زمین برای ما رام کرده، زمین برای ما هموار کرده. زمینی تو شکل ساخته شده که نه مثل آهن واری سخت است و نه مثل سنگ واری هم سخت نیست، بلکه به شکل و به طبیعتی ساخته شده که آفریده شده که انسان ها از او استفاده بکنه. فمشوا فی مناکبها، شما فمشوا سیر بکنید، سفر بکنید، بگردید در روی زمین خدا، در اطراف اکناف خدا به خاطر طلب رزق. از این خاطر اگر یک انسان به خاطر طلب رزق سفر میکنه و هدفش هم نیتش هم کسب کردن، طلب کردن رزق حلال است. مثلا در یک کشوری زمینه کار برش مساعد نیست، میره در یک کشوری دیگری، و چه کشور اسلامی باشه یا چه کشور غیر اسلامی باشه، به خاطر طلب رزق میره. کدام ممانعت شرعی نداره. اونجا کاروبار خوبتر است، بهتر است، وقتی که مؤمن است، مسلمان است، عقیده بسیار راسخ و مضبوط و محکم داره، ولی در کشورش زمینه کار برش فراهم نیست، اگری به خاطر رزق، طلب رزق سفر میکنه به او کشور و میخواه که از اونجا رزق روزی حلال کسب بکنه، رزق روزی حلال به دست بیاره، کدام مشکل و مانعت شرعی نداره. فمشوا فی مناکبها، قرآن میگه شما بگردین در اطراف اکناف زمین و کلوا من رزقه، بخورین از رزق روزش. یعنی چی معنا؟ به خاطر طلب رزق در روی زمین خدا سفر کنید و رزق طلب کنید و بخورید. و الیه النشور، و به سوی ما است بازگشت شما. چی معنا؟ یعنی شما وقتی که دنبال کار و کسب میرین، رزق و روزی به دست میارین، سرمایه‌دار و پولدار میشین، از خدا غافل نشوین. از خدا چی نشوین؟ غافل نشوین. چرا که بازگشت شما نزد الله است. دنیا بسیار زود گذر است. انسان به خاطر پول و پیسه که داره و این پول و پیسه را یا مال یا سرمایه را از طریق کسب حلال اما از طریق عمل مشروع به دست میاره، این یک عبادت است، این یک نعمت الله جل عظمته است که برای آدم ارزانی کرده و این نعمتی است که الله برش داده. ولی در مقابل این نعمت های الله جل عظمته باید که ما ناسپاسی نکنیم، کفران نعمت الله جل عظمته را باید نکنیم. وقتی که ما پولدار میشیم، سرمایه دار میشیم، زیاد تلاش بکنیم که از خدا غافل نشویم. و الیه النشور، به سوی خدا است بازگشت ما. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداوند ذاتی است که گردانده زمین را برای شما مسخر. فمشوا فی مناکبها، در روی زمین خدا به خاطر طلب رزق سفر بکنیم و کلوا من رزقه، بخورین اما رزق روزیش. و الیه النشور، به سوی خدا است بازگشت شما. یعنی وقتی پولدار شدی از خدا غافل نشو. فریده از بلخ، بفرمایید. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم مولوی صاحب. یعنی مداره که در خواب ببینی که دو پوستانی با کسی کنه خوب کلوینا پوشیده باشه، همون چی رقمه؟ هیچ گپی نیست، تشویش نکن، دقش دعا کن. دیگه مولوی صاحب دیگه از وام به ما کنیم کم مریض هستم. دیگه از دوی به خاطر نجره روزگارم یاد بکن. خواه آیت الکرسی را روز جمعه 70 مرتبه بخوان. آیت الکرسی را برو با سایز قط. و برادر اگه خواهش کرد که به خاطر کار و کسب و روزگارم، خواه شما تلاش بکنین و اما تلاش بکنین آیت الکرسی را روز جمعه 70 بار بخونین، استغفار 100 بار بگوین، درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم
همین درود ابراهیم بخوانین، انشالله که دعا بکنین هم مشکل حوایج شریعتون الله انشالله حل میکنه. یا همیشه بعد از نماز شام 101 بار الله الصمد بگوین و نیت این بگوین که مشکلات اقتصادی ما را الله حل میکنه. دیگه یا الله یا رحمان یا رحیم، یا الله یا رحمان یا رحیم، این زیاد ورودی زباناتون بسازین انشالله که رزق روزیتون بارتون یقین کنین. سعی و تلاش منافی چی؟ این منافی توکل نیست. یک انسان سعی میکنه تلاش بکنه به خاطر رزق روزی، سعی بکنیم باید تلاش بکنیم و این منافی نیست. یعنی سعی و تلاش منافی هم توکل به خدا بکنیم و هم سعی و تلاش بکنیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل به خدا میکنه خدا برای او کافی است. در ضمن سعی و تلاشتان توکلتان به الله هم کنید و این اعمالی را که ما گفتم انجام بدین. نمازایتان بخوانین 5 وقت، نهایت تلاش بکنین. روزای جمعه آیت الکرسی را 70 مرتبه بخوانین. درود بگوین 100 مرتبه، درود ابراهیمی، امی اللهم صلی الله اللهم بارک الله. دیگه 100 بار استغفار بگوین، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یعنی ذکر است 100 بار. با همو دعا بکنی خدایا تو بر حالی است، حالی ما به تو معلوم است، اسراری ما به تو معلوم است، مشکل و حوایج شهری ما از خزانه غیبت حل بساز. ولی سعی تلاش این شرط است. و ما آیه قبلی هم پیشتر که خواندم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. یعنی خداوند در این آیه مسلمانان را تشویق میکنه به سعی و تلاش کردن، به خاطر طلب رزق. و خداوند هم زمین برای ما مسخر ساخته. از این زمین ما هر چیزی میتونیم استفاده کنیم. و هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. به خاطر طلب رزق روزی میتونیم که ما سفر بکنیم، اما رزق روزی وقتی پیدا کردیم، پول و پیسه که پیدا کردیم، بعد از خدا چی نشیم؟ غافل نشیم. اکثر مردم میبینی پول دارن، پیسه دارن، ولی کبر و غرور دارن. خداوند از کبر و غرور ما و شما مسلمانان را نگاه بکنه. دوم، الله جل عظمته میفرماید که هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. خداوند شما را از زمین آفریده. هو انشأکم من الارض، الله جل عظمته شما را از زمین آفریده. واستعمرکم فیها، شما را خلیفه روی زمین گردانید. یعنی شما آبادی در روی زمین شما آبادی بکنید. یعنی خانه بنا بکنین، کشت و زراعت بکنین، نهال باغ بسازین، نهال غرس بکنین، دیگه کارها را در روی زمین خدا. یعنی به خاطر آبادی عمرانی الله ما را پیدا کرده. و یکی هدف از خلقت انسانها، پیدایش انسانها را الله بیان کرده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند انسانها و جنیات را نآفریده مگر به خاطر عبادت. و خداوند و دیگه ای که هو انشأکم من الارض، الله میفرماید که من شما را از زمین پیدا کردم. واستعمرکم فیها، و شما را ما در زمین خلیفه خود قرار دادم. جانشین هستین شما و در روی زمین خدا شما آبادی کنید. آبادی روی زمین به دوش ما انسان ها سپریده. که در روی زمین اگر ما خانه می سازیم، اگر ما سر زمین زراعت میکنیم، اگر فصل میکاریم، زراعت میکاشیم، دیگه مثلا دیگه کارها را میکنیم، نهال غرس میکنیم، یا یکی آبادی میکنیم در روی زمین خدا. این وظیفه و مسئولیت و مکلفیتی یک انسان است، مسلمان است در روی زمین. و هدف از خلقت ما انسان ها هم همیست. آبادی عبادت خدا و آبادی عمرانی روی زمین خدا. هم آبادی را از طریق ما، اما نعمت ظاهری و باطنی، نعمتی را که الله به ما نصیب کرده، چه نعمتی ظاهری است و چه نعمتی که پنهانی است.
این نعمت است که الله جل عظمته به ما مسلمان، به ما انسان ها ارزانی کرده و از این نعمت های الله باید که ما چی باشیم؟ سپاسگزاری بکنیم، قدردانی بکنیم. و وقتی که ما مال پیدا میکنیم از طریق حلال، از کسب حلال، ما باید متوجه باشیم که هیچ وقت سرمایه، مال و متاع دنیا، پول و پیسه، قدرت ما را از خدا چی نکنه؟ غافل نسازه. کبر و غرور نکنیم. یکی در مردم میبینیم، ببینیم بهترین مسلمان هموست که منفعتش به دیگرها برسه. حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. شاید که همین حدیث بار بار ما و شما از زبان دعوتگران دین شنیده باشیم. شما مؤمن کامل نمیشین یا مؤمن کامل شماریده نمیشین تا هنگامی که چیزی را به خود میپسندی و دوست داری و ایره برای برادر مسلمان خودم بپسند دوست داشته باش. بهترین مسلمان همیست که منفعتش به دیگرها برسه. مسلمان همیشه در فکر منفعت خود نباشه بلکه در فکر منفعت دیگرها باشه. وقتی امت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بهترین امت خوانده شده به خاطر چی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتین، اخرجت للناس، شما را بیرون کرده شده برای مردم. یعنی به خاطر منفعت مردم شما باید کار بکنید. چیست او منفعت؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. او بهتر بودن ما که ما امتی بهتریم و به خاطر مردم بیرون کرده شدیم. اخرجت للناس، خارج کرده شدیم به خاطر مردم به کارهای خوب و پسندیده دعوت بکنیم و به کارهای منفعت، به کارهایی که برای جامعه و برای مردم و جامعه منفعت داره، به او کارها مردم باید که ما فرا بخوانیم. از کارهایی که مضر است برای شخص یک انسان، مضر است برای جامعه یک انسان، از او کارها باید که ما اجتناب بکنیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم که در فکر برادر مسلمان خود باشیم. و در راستای طلب رزق، کار و کسب که میکنیم، یا تجارت میکنیم، تعامل با مردم داریم، تجارت میکنیم، وقتی که انسان که تجارت میکنه خود طبعا است که سر و کارش با مردم زیاد است، با مردم در رابطه می باشد، تعلقاتی خاص می داشته باشد، بسیار تلاش بکنه که در کار و کسب منفعت دیگرها را جستجو کن. در تجارتی که میکنی زیاد تلاش که کوشش بکی منفعت دیگرها را در نظر داشته باش. در این فکر نباشه که همه منفعت به ما باشه. یک انسان تجارت میکنه میگه برای همیش من در تجارتم باید که فایده کنم. که تو فایده کنی برای همیش، نقص و ضرر نکنی، این تجارت نشید، این سود است، این رباست. در تجارت همیشه که در تجارت یک وقتی که منفعت کردی، یک وقتی ضرر میکنی. یعنی می طریقه تجارت است. از این خاطر اکثر وقتی که ما در بازارها میبینیم تجارای ما احتکار میکنند. جنس اگر قیمتش بالا رفت بس جنسشان عرضه میکنند در بازار، به قیمتی بسیار گران میفروشند. اینه میره میگن غبن فاحش، یعنی قیمتی این بای درست است، ولی وقتی به قیمتی زیاد مالت به بالای برادر مسلمان میفروشی، اینمی درست حرام نارواست، بای درست میشه به یوباد، خب اما اینمی عمل درست نیست، نارواست. فایده زیاد از یک برادر مسلمان خود کمایی کردن. اکثر دکاندارا را میبینی وقتی که ما تجارت میکنیم باید که تجارت بکنیم که لااقل عالم به تجارتمون باشیم. وقتی ما خرید و فروش میکنیم، به یوبا میکنیم، تجارت میکنیم، باید به تجارتمون عالم باشیم، دانا باشیم. یک آدم میبینی یک چیزی را قیمت میکنه 1100 1200 با آمده میشه به 400 افغانی را میده. خواه برم برادر مسلمان تو میخوای که این برادر مسلمان تو فریب بدی، امیر در جان همی زدی، به خدا از این پیسه تو خیر ببینی. از این پیسه که تو در جان برادر مسلمان خود میزنی،
خب برادری مسلمان خود است. دین دستور داده که چیزی را که به خود دوست داری با او برادری مسلمانت هم دوست داشته باشه. منفعت خود هم در نظر بگی، منفعت برادری مسلمانت هم در نظر بگی. نه ای که یک چیزی را 11 ساعت بای میکنی با 500 میتی با 400 میتی. وقتی چانه بازی که میشه برو امره 11 ساعت سری وزادی با تازه 600 700 فایده میخری. چقدر یک گران فروشی. این ما نمی تجاری ما نمی مرضی بسیار مهلک و خطرناک در وجود اینا ما میبینم. احتکار اینا میکنم، رعایت نیست، مراعات نیست. همیشه در پی بسیار الا ماشاءالله کم کم مردمش پیدا شده که اونا مطابق شریعت اما کار و کسب بکنن، تجارت بکنن. کار و کسبی که ما میکنیم و خداوند ما را دستور داده به طلب رزق به خاطر پر ساختن حوایج خود و حوایج فامیل و حوایج خانواده، باید که ما کار و کسب من از طریق مشروع حلال باشه، نه از طریق غیر مشروع. انشالله وقفه است. بعد از وقفه در خدمت خواهم بود. بسیار تلاش بکنیم، کوشش بکنیم که وقتی که ما کار میکنیم یا کار و کسب میکنیم، این کاسب هستیم، کار میکنیم، زیاد تلاش و کوشش بکنیم که کارمان انجام بدیم کار پاک و صفا و ستره. وقتی که تو بر یک برادر مسلمان خود به حیث اجره کار میری، کار میکنی با اندازه وس و توانت، بدون او که او تر نظارت میکنه یا نمیکنه، زیاد تلاش بکن، زیاد کوشش بکنه. انسان مسلمان که انسان مومن مسلمان که کارش پاک و صفا و ستره کنه. چرا که خداوند بندهش دوست داره. در حدیث میاد که وقتی که یک عمل انجام میده، یک کار میکنه، در مکارش بسیار از امو این نهایت صداقت و از نهایت امو کارش از امو پاکی و از صداقت کار بگیره. نهایت تلاش کنه که کار خوب و بهتر انجام بده، روزگومی نکنه. بعد تو کار و کسب الله جل عظمته خیر و برکت میاندازه. و همچنان درباره تجارت، وقتی که ما تجارت میکنیم، داد و ستید میکنیم، خرید و فروش میکنیم، تجارتی چی خرد میکنی، چی بیزنس و تجارت های کلان برا میاندازی، در تجارت هم صداقت باید که انسان صداقت در نظر بگیره. یعنی مطابق شریعت، مطابق دین باید که چی بکنه، اما تجارت خود را پیش ببره. آن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که تجارا همشان فجارند، گناهگارند، مگر اونایش که تقوا کردن و نیکی میکنن. تجاری که تقوا و خدا ترسی میکنه و نیکی و کار خوب و کار صداقت تجارتش میکنه، این تجاره ها مقام منزلت به نزد الله دارن، مقام منزلت خاصی دارن که اینا با انبیا و صدیقین و شهدا در روز قیامت حشر میشن. اگر ما کار و کسب ببینیم، خداوند جل عظمته ما مسلمانان را دستور داده به کار و کسب و ما را در این راستا تشویق و ترغیب کرده. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. خداوند ذاتی است که گردانده زمین برای شما هموار مسخر. فامشوا فی مناکبها، در روی زمین خدا شما سفر بکنین و کلوا من رزقه، رزق روزیش بخورین و واسه خدا بازگشت شماست. نبی استخار بفرمایید برادر. علیکم السلام. صدای شما را دارم، بفرمایید برادر. بخیر هستین؟ جانتان خوبه؟ جانتان جور است؟ بفرمایید سوالتان بگویید. بفرمایید. متاسفانه که صدای برادری ما قطع شد. ما صدایتان ندارم، سوالتان بگویید. صدایتان ندارم، سوالتان مطرح کنید. آمد اثنای برنامه انشالله میگه.
ها این برادر مریض مثلا یک انسان برای همیش مرض داره، آنمو منیش میروه، مرض است، یک نوع مرض است. او در هر وضو در هر نماز باید وضو بکنه، چون معذور است و هر لحظه نمیتونه که غسل بکنه، برش تکلیف و مشقت به بار میه، حرج در دین نیست. وقتی که تو مرض داری که برای همیشه موابت میروه از بدنت بدون کدام لذت و شوق، و تو در وقت هر وضو در وقت هر نماز وضو بکن، چون تا جمله معذور به شمارده میشه. دویمی که اگر چیزی را میبینی و به شوق مثلا حرام میشه، بعد دیگه غسل سرت واجب میشه، غسل کن. اما تو مرض باشه غسل واجب نمیشه و بدون لذت بیرون میشه، غسل واجب نمیشه. در وقتی هر نماز وضو به بالت ضرور و لازم است. این نماز خواندی به دیگه نماز وضو بگی، چون تو معذور از جمله معذور هستی. موضوعی که سرش بحث میکنیم اهمیتی طلب رزق در اسلام، فضلیتی طلب رزق در اسلام. قبلا آیه قرآن کریم به شما خواندم و خداوند ما را تشویق و ترغیب کرده و طلب کردن روزی حلال. چه کرده؟ تشویق و ترغیب کردن. آیه قرآن کریم داریم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که شما از نماز فارغ شدید، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، شما پراگنده شوید در روی زمین. وابتغوا من فضل الله، از فضل خدا را طلب کنید که مانا رزق است. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا را زیاد یاد بکنین تا اینکه شما رستگار شید. یعنی ما ببینین اسلام دینی نیست که ما را تشویق و ترغیب کرده باشه به رهبانیت، به گوشه نشینی، یا یکی ما را اسلام گفته باشه که همیشه برین در مسجد نمازایتون بخوانیم. نه، اسلام ما را تشویق به این کرده. اسلام هم دینی، هم اسلام دینی است که دین و دنیای ما را به خاطر دین و دنیا ما را تشویق کرده. هم دینتان انجام بتین، عبادت خدا را بکن، هم دنیاتان به دست بیارین. از این خاطر در دین اسلام سوال کردن، در نزد مردم ایستاد شدن، گردنت پد کردن و از مردم چیزی را خواستن، سوال گفتن نمینه، سوال کردن نمینه میگه. وقتی استثنای کسایی که مشکلات فراوانی میشن، مجبور میشن، نه مستحقی همو میشن، به حدی میرسن که باید اونا سوال بکنن، دیگه ناتوانن، ضعیفن، بیچاره هستن، درمانده هستن، کار کردن نمیتونن، از کار برآمدن. با اونا بعد اول مسلمان ها تلاش بکنه، کوشش بکنه جامعه مسلمان ها که در محیط و منطقه شان یک فقیر است، یک مسکین است، یک یتیم است، یک بینواست، با کمک همکاری بکنه. از مسئولیت های ایمانی وجدانی مسلمان است. و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین. ولی وقتی که عبدالرحمن از سخار اقتصاد اسلامی میتواند که مشکلات اقتصادی را حل کند، ولی وقتی که نظام اقتصادی اسلام ما ببینیم، اونمو نظام اقتصادی اسلام، اونمو پول و پیسه که در بیت المال مسلمان ها جمع میشن، و ما پول و پیسه از ما پول و پیسه بری به مردم خدمت عرضه شده، مردم به کار مردم مثلا شغل به مردم ایجاد شده، برای کسایی که مستحقین هستن مثلا زکات و صدقه به اونا داده شده. بلکه مشکلات جامعه اسلامی حل میشه به شرطی که در بیت المال مسلمان ها خیانت نشود، در بیت المال امتیازخوری نباشه. متاسفانه که امروز هست. امروز سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که خلیفه مسلمان ها بود، امیر المؤمنین مسلمان ها بود، مثلا در سال خشسالی جگر شتر به نزدش آوردن نخورد. گفت که مردم از این مستفید نیست، من نمیخورم، تو عدالت باشه. اقتصاد اسلامی
مشکل جامعه اسلامی رو با حل میکنه. وقتی خیانت بود بادگی این تو در بدری و خاکی بسری است. عایشه از کابل، بفرمایید خوار. بله سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ استاد محترم یک سوال داشتم ازتون. ما کدام ذکر بکنیم یا کدام سوره را بخوانیم که از فقر اجتماعی خلاص شویم؟ فقیر هستین؟ بله. صحیح. خداوند مشکل همه ما مسلمان ها را حل کنه. در شرایط کنونی واقعا که وقتی ما جامعه خود میبینیم مردم به فقر و تنگدستی مواجه است. از این حقیقت باید که چشم پوشی نکنیم. اگر نقد شما ایده میگن والا چرا می نقد میکنی؟ و برادر، نقد به خاطر اصلاحات در جامعه. در جامعه مسلمان ها وقتی که نقد و انتقاد نباشه هیچ وقت او جامعه رو به بهبودی، رو به تحقق و تامین عدالت در او جامعه برپا نمیشه. این همیشه که امروز در جامعه ما مسلمان ها عدالت تامین نیست، عدالت تطبیق نیست. ما جامعه خود میبینیم که مردم ما اکثرش گریسنه هستند، اکثرش بیشغل هستند، بیکار هستند. ببینین یک ایده را میبینی خوب از زندگی مرفع برخوردار است، هر چیزی داره. یک طبقه را میبینی که هیچ چیزی نداره. در جامعه اسلامی باید این قسم نباشه. جامعه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در مالهای ثروتمند و پولدار و پیسه‌دار حصه است برای سائل و محروم، کسی که فقیر و مسکین است. اما زکات و عشرشان به اونا بپردازن. متاسفانه یک چیزی در جامعه مال رواج شده، صدقه را یک گوری خاص میخوره. صدقه را بسیار در این وقتا ما میبینیم به حد و اندازه دیگر ریا و نمام. یکی ریاکاری در دعوت ما زیاد شده، دعوتگرای ما یک حرفی که میزنه نمونه میبینی فوراً به فیسبوک میمونه. به خاطر چی؟ نامکشیشون. تزکیه نفس خوب نیست. یکی اینی دعوتگرای ما بسیار اینی تو شدن که زیاد شهرت طلب شدن، علمای دین هستن. از این کار باید کسه دست بردار شویم. حرفی که میزنیم به خاطر الله بگوییم، هیچ اراده نگو که یک سفر هم ساخته به خاطر رضای خدا بساز. یعنی به خاطر شهرت طلبی. ما میبینیم از حال و احوال از قرینه ها میبینیم که یک ایده شهرت طلب است. یکی بنستای خیریه، یک ریپا و یک قرانی که به یک مسلمان یک چیزی ناچیز هم کمک میکنه، وقت ویدیوگیری میشه و در جامعه میبینی که و پخش و نشر میشه به خاطر نام کشی. مسلمان مسئولیت تو چیست؟ وقتی پول داری، پیسه داری، سرمایه داری، دستی برادری مسلمان خود بگیر، کمک کو با یتیم. ببینین چی یک دین زیبایی داریم. یک ایده به حدی منتگذاری میکنن. ما جهاد کردیم در افغانستان، خو یک سنتی بسیار ناروا، یک سنتی سیئ گذاشته شده. والا ما جهاد کردیم، امتیاز جهاد خود باید بخوریم دیگه. پولم از ما باشه، پیسم از ما باشه، قدرتم از ما باشه، موتری خوبم از ما باشه، بلدینگ و خانه های خوب و فیشنیم از ما باشه. ولی تو به آخرتت خود چیزی نموندی، همه چیز از ما باشه. متاسفانه ما مجاهد هستم. ببینین یک قسم دیگه هم یک چیزی که دیگه هم یک چیزی دیگه هم جهاد است. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماد یک کسی به خاطر مزامل از کابل، چرا دعوتگران تبلیغ میکنن ولی اصلا خو عمل ندارن برادرها، خدا توفیق عمل نصیب بکنه. خو ما قبلا هم سر این نکته اشاره کردم. مزامل جان گفتم که ما دعوت میکنیم، دعوتگرای ما دعوت میکنن ولی تاثیر نیست، مؤثر تمام نمیشه. در جامعه میبینیم هیچ چیزی، هیچ تغییراتی به اثر دعوت ما نامده. اما که خوب ما که دعوت میکنیم خود ما عامل با اون نیستیم. مشکل در نیست، سر اقتصاد بس میکنیم. و خوارم پرسان کردن که ما چی کار کنیم که غریب هستیم، فقیر هستیم، ناتوان هستیم، ما از فقر و فاقگی بیرون شیم. یکی از راه های فقر و فاقگی بیرون شدن همیست خوار که تلاش و کوشش بکنیم کار بکنیم. حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم است که
یک انسان این عملش بهتر از برش که رسمانه بگیره، از کوبر و چوب ایزم جمع کنه، بیاره به شهر و بازار، ایره به فروش برسونه. خداوند اما هوایج او را پره میکنه از این که دستش به سوی مردم دراز بکنه و کسی بتش و کسی نتش. از این خاطر سوال اسلام درست نیست. زیاد تلاش بکنین که زمینه کار برای خود مساعد فراهم بکن و دیگران هم تشویق میکنم که با طبقه که غریب و فقیر و مسکین است و علال خصوص وظیفه و مکلفیت و مسئولیتی دولت است که دولت هاست و علال خصوص نظام های اسلامی است که تلاش بکنن که مشکلی مردم مرفوع بسازن. زمینه کار، زمینه شغل، زمینه تعلیم برای مردم فراهم بکنن. ما امروزه ها به حدی امی مالیه و تکسیش کمر شکن به مردم وضع کردیم. دکان ها را میبینی مسدود است. چرا؟ مالیه نپرداخته خود نداره برادر، نداره. سری ملت و مردمت کمی شفقت و مهربانی کن. ایده فکر نباش که این مردم بلند منزل داره، خانه مجلل و فیشنی داره، دکان ها داره، کار نیست، مردم نان خوردنش نداره. همون را به قیس بگی، برش توصیه بکو، وقت و فرصتی زیاد برش بده، با مردم نرمی بکو، از نرمی به پیش برو. بگی ما که خفه میشین دلتان، خوشحالم میشین دلتان. میبینیم روزانه در خانه مردم مرولاگ میشه که کتابچه صفایی نگرفت، دکانه مرولاگ میشه که مالیه و تکس. اول خب مالیه و تکس در اسلام بحث کنیم درست نیست. خیلی کلان شیخا همین شیخایی که امروز زمین نظام هستن همینا فتوا داده بودن که مالیه در اسلام حرام است. وقتی مالیه را میگیرین به طابق یک قانون و مقررات بگیرین. اینجا مشکلی مردم هم در نظر بگیرین. افغانستان تحریم به بالای کشور وضع است. اقتصاد مردم شکسته شده، مردم بیکار و بیبار است و یک که به یه حد هم دیگه سختگیری نکنی. دین اسلام دینی آسانی است. دینی آسانی است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند خواسته به بالای ما آسانی. ما به بالای مردم آسانی بکنیم، از رحم و از شفقت و از ترحم و از اخلاق خوب و از اخلاق نیک باید کسی با مردم رفتار بکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماد که شما با پولتان، با پیستان، با قدرتتان دسته های مردم، دلای مردم به دست آورده نمیتونین، بلکه شما با اخلاق باز، با پشانی باز و با اخلاق حمیده قلبهای مردم به دست میارین. در قلب مردم تلاش بگین حکومت کنین. حکومت ها زمینه کار براتون فراهم کنه. دیگه ای که من وظیفه میتونم که آیت الکرسی را روز جمعه 70 مرتبه بخوان خوار، درود 100 بار بگو، درود ابراهیمی 100 بار هم استغفر الله بگو و همیشه یا الله یا رحمان یا رحیم بگو. سوره واقع شب تلاوت بکنین، در طرف صبح سوره یاسین. ان شاء الله مشکلاتون الله حل میکنه. سمی از بلخ بفرمایید. بفرمایید برادر. سوالتان مطرح کنین، صدای شما را دارم. بفرمایید برادر. شما دهقان هستین، دهقانکار هستین، زمین از خودتان است، عشرتان به فقیرتان. سوالتان تکرار کنین. تو که دهقان مردمی دیگه، تو ششر نمیتی، تو خودت مزور مردم هستی، دهقانی و کار و کسب میکنی، بهترین عمل انجام میتی. خداوند جل عظمته سعی و تلاش قبول بکنه و یک عبادت است. اما عشر صاحب زمین میت. تو خودت غریب و ناتوان هستی، به بالای تو چه عشر است؟ عشر کسی میده که مالک زمین است. بازم عشر دیگه همون چیزی که فقها گفتن، آزمو عشر میتی از گندم است و برنج است یا ماش است، هر چیزی است. عشر برای فقیر و مسکین میتی، یا
که موظفین حکومت جمع میکنن به فقرا و مساکین میتن که متاسفانه ما خو ندیدیم که به فقرا و فقیر و مسکین عشر در شرایط داده شد. ولی فقر و فاقگی داد میزنه، خو عشر هم جمع میشه، زکات و عشر و این چیزا جمع میشه به نظری ما تا جایی که ما معلومات داریم. عشر باید در بیت المال مسلمان ها جمع شود، باید به فقیرا و مسکینا و یتیما و بیوزنا توزیع شود، به اون کسایی که مستحق است. اینا زی حق هستند. و می 8 گروهی را که قرآن کریم 8 طبقه را که قرآن کریم انما الصدقات للفقراء والمساکین و نمی چیزی آمده و اون مردم باید کسا عشر و زکات به اونا داده شود. اگر مردم خودش عشر و زکاتش میته باید به فقیر و مسکین و بتا در مو غیره و محیط و منطقه خود میبینه که کی فقیر و مسکین است و بتا تو که کار میکنی و وضعیتت خوب است اما از هوایجت مثلا گندمت زیاد است، آردت برنجت زیاد است، تو هم میتونی که به فقیر و مسکین عشرت بدی. اگر کارگری هستی که غنی شدی، در غیر از او کارگر هستی به بالای تو عشر نیست و بالای صاحب زمین عشر است. این سوال از سمی از بلخ کرد. ببینید مجاهد ما اما چیزی را امتیاز میکنیم بخواد باید که ما اجرمان از خدا بخوایم. هر عملی را که ما انجام میتیم مسلمان ها هدفمان رضای الله جل عظمته باشه. ببینید در قرآن کریم آیه است که ما مسلمان ها را چی میگه؟ دو گروه هستند. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. یک گروهی هستند که اینا در روی زمین سفر میکنن به خاطر طلب رزق. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. گروه دیگری که در راه خدا جنگ میکنن. امی کسی که به خاطر رزق طلب رزق در روی زمین خدا سفر میکنه ای در درجه و مرتبه به مثل همون مجاهد است که در راه الله جل عظمته جهاد میکنه به خاطر رضای الله، به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر تنفیذ احکام شریعت الهی در روی به خاطر دین خدا میرزمه میجنگه و اجر و پاداشم از خدا میخواه، از مخلوق خدا نمیخواه. از مخلوق خواستی و جهاد نیست. و گروه دیگری است که در روی زمین خدا اینا سفر میکنن به خاطر طلب رزق. هیچ نوع ممانعت شرعی به نظر من نیست وقتی نظر به می آید کنیم. و آخرون یضربون فی الارض و یبتغون من فضل الله. گروهی هستند که در روی زمین خدا سفر میکنن به خاطر طلب رزق. یک انسان اگر کشور غیر اسلامی به خاطر طلب رزق حلال که اوجا کشورهایی است که قانون است، مقررات است، مرفع شدن، پیشرفت کشورهای ما نفاق و نزاع و کشمکش انداختن، کشورهاشون مرفع شد. یک مسلمان یک جوان میر و به خاطر طلب کردن روزی حالا در کشورش میبینه کاربارش مساعد نیست، کار نیست. هیچ کس ما به نظر ما از خوشحالی به کشور خدا ترک کردن نیست. استثنا یکی در مردمای هوس پرست، یکی در انسانای دینگریز، اینا استثناست. یکی در خدا از روی مجبوریت میرون. کدام ممانعت شرعی در سفر کردن به خاطر طلب رزق نیست. و آخرون یضربون فی الارض و یبتغون من فضل الله. طلب میکنن فضل خدا را، رزق. به خاطر طلب رزق به ما امر شده که سفر بکنیم. یکی به خاطر طلب علم، دویم به خاطر طلب رزق. یه امر شریعت است، دین است. و گروه دیگه هم در راه خدا می جنگن. اینا در جره امی کسی که به خاطر طلب علم از خانه طلب رزق از خانه بیرون میشه سفر میکنه و گروه دیگری که به خاطر طلب و خاطر جهاد در راه خدا و آخرون یقاتلون نمی جنگ در راه خدا به خاطر اعلای کلمت الله. یعنی مجاهد و یعنی کسی که رزق و روزی به خاطر طلب رزق و روزی بیرون میشه، اینا در درجه در مرتبه برابر است. چرا اینا در یک آیه قرآن کریم و در یک ردیف ذکر سردوش. این هم جهاد است که مشکل خودت پر بسازی، هوایج خودت، هوایج فامیلت. یک کسی در بیرون میشه از خانهش به خاطر چی؟ به خاطر این بیرون میشه از خانهش که امی هوایج خدا برآورده بسازه، پر کنه. بیرون میشه از خانهش به خاطر طلب رزق، طلب کسب حلال. همین در راه الله جل عظمته. یک کسی به خاطر رضای خدا در سنگر بیرون میشه و کفار میجنگه، این هم در راه خداست.
یک کسی به خاطر طلب علم، چه علم دینی باشه چه علم دنیوی باشه، به خاطر که منفعتش، من هدف و نیتش همیست که من به خودم از این آدرس علمم به خودم مشکل خودم حل بکنم، مشکل جامعه خود حل بکنم و منفعتم به جامعه برسه. به من نیت وقتی که بیرون از خانه میشه، اینم در راه الله جل عظمت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که اما کاسبی که یک کسی که از سایه، یک کسی که سعی و تلاش میکنه به خاطر هوایج یک پورا کردن هوایج یک بیوه، یک یتیم، این مثل کسی که در راه خدا جهاد کنه. یک کسی کسب میکنه از طریق همین کسب خود، کار خود، یک بیوه را تجهیز میکنه، کمک میکنه، همکاری میکنه، یک یتیم با امر و کمک و همکاری میکنه. این در ثواب مثل مجاهدی است که در راه خدا جهاد میکنه. تنها جهادی نیست که ما رفتیم با کافر تنها جهاد کردن، نمی بس یک گروه از مسلمان هاست که در راه خدا با کفار جنگ میکنن، جهاد میکنن. نمونش پروردگار مسلمان های غزه، مجاهدین غزه را در مقابر رژیم صهیونیستی غاصبی سفاک خونخوار یا الله کامیاب بسازه. چون وقتی برنامه تمام است، ما هم ناگزیریم که از حضور شما بینندگان مرخص شویم. همگیتان به الله میسپارم. خدا حافظ و ناصرتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.